شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه دنغره عریضه مرد 71 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردید که 18 مارس سال 2023 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی از چراگاه موضع لایلقه یک سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 3500 سامانی را تشکیل میدهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن همین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 31 ساله ساکن شهر کانبادام آغاز کرده شده است که او تخمینا اولای ماه مارس سال 2023 هنگام در آشخانه پروینه قرار داشتنش با طریق پنهانی از آشخانه مذکور یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت دارو که به زن 36 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 2500 سامانی را تشکیل میدهد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسانزاده با عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر حصار مراجعت نموده است که 11 نوامبر سال 2022 مرد 38 ساله ساکن شهر ترسانزاده با رای فریب به باوریش در آمده از او 9 تن سبزیجات بودرینگ را به مبلغ 70000 سامانی خریداری نموده 12000 سامانیش را داده باقی مانده 58000 سامانیش را تا حال برنگردانیده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 36 ساله ساکن شهر استرافشان آغاز کرده شده است که او ماه می سال 2018 با رای فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن ناحیه دوشتیش در آمده از او 140000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.